به همه دوستان سلام. در نوار نوبتی من درباره خانه عزیزمان سیاره زمین یک چند معلومات می دهم. خب، سیاره ما زمین از آفتاب در مسافه 150 میلیون کیلومتر جایگیر است. او بعد از سیاره های عطارد و زهره در جای سوم در اطراف آفتاب دور می زند. سن سال زمین 4.5 میلیارد سال می باشد. چه خیلی که در رسم دیده ایستاده اید، خط سرخ از مرکز زمین گذشته است. این خط استوایی یا اکواتوری می باشد که زمین را به دو قسم، نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی جدا می کند. درازی خط استوایی 40 یا 40,000 کیلومتر می باشد. مساحت سطح زمین باشد 510 یا 512 میلیون کیلومتر کوادراتی بوده. از این 149 میلیون کیلومتر کوادراتی را خشکی تشکیل می کند. باقی مانده 361.2 میلیون کیلومتر کوادراتی را آبهای اقیانوس ها احاطه کرده اند. اگر این را به فائز گردانیم، 29 یا 29.2% سطح زمین را خشکی و 71 یا 70.8% را آبهای اقیانوس ها اشغال کرده اند. اکنون دوستان، من درباره رادیوس استوایی زمین و رادیوس قطبی معلومات می دهم. خیلی که در رسم دیده ایستادید، من مرکز زمین را با دایره خردی سیاه اشاره کردم. خطی که از خط استوایی به مرکز زمین کشیده شده است رادیوس استوایی زمین بوده. درازیش 6378.2 کیلومتر می باشد. دیگر خطی که از قطب شمالی به مرکز زمین کشیده شده است رادیوس قطبی می باشد. درازی رادیوس قطبی 6356.2 کیلومتر است. یعنی از این می بارد که رادیوس قطبی از رادیوس استوایی 21.4 کیلومتر کوتاه‌تر است. همین طور قطب‌های سیاره امان کمی فروخمیده می باشند. در رسم گوناگونی اقلیم سیاره امان نشان داده شده است. عموما در سیاره زمین 7 منطقه اقلیمی موجود می باشد. آنها را به منطقه های اقلیمی اساسی و زیر منطقه های اقلیمی جدا می کنند. منطقه های اقلیمی اساسی ارکتیکی، معتدل، تروپیکی و استوایی می باشند. زیر منطقه های اقلیمی باشند سوب استوایی، سوب تروپیکی و سوب ارکتیکی نام دارند. اکنون به رسم دقت کنید. منطقه هایی که در دوی طرفی خط استوایی با رنگ جگررنگ نشان داده شده است منطقه های اقلیم استوایی می باشد. بعد از آن منطقه اقلیمی سوب استوایی با رنگ سرخ منطقه اقلیمی تروپیکی اشاره شده است. رنگ زرد باشد منطقه اقلیمی سوب تروپیکی بوده. رنگ سبز منطقه اقلیمی معتدل می باشد. با رنگ کبود منطقه اقلیمی سوب ارکتیکی و با رنگ کبود خیره منطقه ارکتیکی نشان داده شده است. همین طور دوستان، در نیمکره جنوبی هم این منطقه های اقلیمی پی هم یکدیگر را عوض می کنند. با همین نوار نوبتی ما به انجام می رسد. شخصانی که خواهشی آموختن فن گئوگرافی را به طور فاصلوی دارند می توانند به رقم 992 917 22 28 84 زنگ زنند. در آخر آبونه شدن را فراموش نکنید. سلامت باشید. خیر.